دونالد ترامپ روزی 20 ینوار همچون президенти ایالات متحده آمریکا سوگند خورد و کارش را با امضای چند قرار و بیکار کردن چند سازش امزوکردای президенти پشین بایدن آغاز کرد. او در اولین اقدام بیش از 1,500 طرفدارش را که با جرم حمله به بینای پارلمان یا کاپیتال در سال 2020 زندانی شده بودند عفو کرد. آن وقت دونالد ترامپ در انتخابات از بایدن شکست خورد و طرفدارانش دست به خرابکاری زده بودند. امیدوارم امشب آزاد می شوند. ترامپ گفت که در مرز با مکزیک برای جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی حالت فوق‌العاده جاری می کند و به کودکانی که در امریکا زاده می شوند دیگر شهروندی نمی دهند. ترامپ درباره اقتصاد و تورم اظهارات نداد. او گفت به مال و محصولاتی که از مکزیک و کانادا وارد می شوند باج می بندد. ما درباره باج 25% به مکزیک و کانادا فکر میکنیم. کانادا از این خیلی بد استفاده میکند. به آدمان زیاد اجازت میدن که با مواد مخدر بیایند. به فکرم تا 1 فوریه به این هم میرسیم. دونالد ترامپ 78 فرمان بایدن از جمله جلوگیری از خطر هوش مصنوعی تا 50% بیشتر کردن ماشین الکترونی تا سال 2030 و بیرون کردن کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم را بیکار کرد. چند قرار درباره حمایت از همجنسگرایان و ترانسگندرها نیز لغو شدند. ترامپ با امضای فرمان دیگری امریکا را از سازشنامه پاریس بابت کم کردن خطرهای تغییریابی اقلیم که بایدن امضا کرده بود بیرون کرد. ترامپ قرار بستن تیک تاک را در امریکا برای 75 روز دیگر به تأخیر انداخت. این شبکه که 1 روز پیش دست نارس بود دوباره در امریکا فعال شد. در دوره بایدن از تیک تاک خواسته بودند که صاحبش را در امریکا دیگر کند وگرنه بسته می شود. این شبکه را برای دادن معلومات کاربران به چین عیبدار کرده بودند. ترامپ گفت امیدوار است که با تیک تاک به سازش می رسند و چین هم با آن راضی خواهد شد. ترامپ قبول کارگر نو به حکومت فدرالی را موقتا منع کرد و از کارمندانش خواست که پررس سر کار شوند. منابع رویترز گفتند که حکومت ترامپ از ده‌ها سفیر و کارمندان نهادهای دیپلماتی خواسته است از مقام‌هایشان استعفا دهند تا به جایشان آدمان نو تعیین شوند.